سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکوصفت. ادیت و پخش آوای بوف. آوایبوف.com صفحه 366. افزانه نفوذ بهائیان در حکومت پهلوی دوم. یکی از مهمترین اتهاماتی که روحانیت شیعه علیه بهائیان مطرح می کند، نفوذ پیروان این آیین در حکومت به دوران محمد رضا شاه است. این اتهام به ویژه پس از انقلاب اسلامی در دادگاه‌های انقلاب علیه بهائیان مطرح شد. اما واقعیت این است که در دوران پهلوی دوم بر اساس بند 4 از ماده 2 قانون استخدام کشوری، استخدام بهائیان در ادارات دولتی ممنوع بود. شاه چند ماه بعد از واقعه فلسفی در سال 1334 شمسی که دیرتر به آن خواهم پرداخت، فرمان زیر را درباره استخدام بهائیان صادر کرد. رئیس رکن سوم ارتش سرتیپ کوششی در تاریخ 23/10/34 مطابق با 22 دسامبر 1955 میلادی نامه‌ای تحت شماره 34/10/1/3073 به فرماندهی دانشکده افسری می نویسد. ضمن ارائه سواد گزارش شرف ارضی رکن دوم ستاد ارتش، اوامر شاهانه را نیز به این شهر ابلاغ می نماید. رونوشت این فرمان به همه لشکرها و واحدهای تابعه نیز رفته است. فرمودند بهائی‌ها استخدام نشوند و آنهایی که در خدمت هستند نباید تظاهر کنند و راجع به ترفیعات و امتیازات نیز در صورت تظاهر داده نخواهد شد. امضا 9/9/34 مطابق با 30 نوامبر 1955 میلادی. تعداد بهائیان شاغل در ادارات دولتی نسبت به کل مستخدمین کشور در دوران محمد رضا شاه ناچیز بود. در ارتش افسران بهایی در رشته‌های فنی، طب و حسابداری خدمت می‌کردند و هرگز به مقام فرماندهی نمی‌رسیدند. در سایر ادارات هم بهائیان با اینکه دارای توانایی‌های علمی بودند، هیچگاه به مقامات عالی نرسیدند. تعداد بهائیانی که در دوران سلطنت محمد رضا شاه دارای مقام اداری مهمی بودند، از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کرد. آنهایی که بهایی بودند هیچگاه وابستگی خود را به بهاییت انکار نکرده و کسانی که در تبلیغات روحانیون شیعه بهایی معرفی شده اند، مانند هویدا نخست وزیر یا فرخ روپارسا وزیر آموزش و پرورش، بهایی نبودند. به دوران محمد رضا شاه تنها چند بهایی به مقامات عالی دست یافتند که عبارتند از 1. سپهبد علی محمد خادمی، تولد سال 1299، مقتول در 1357 شمسی.
در یک خانواده بهایی تهیدست متولد شد و به دلیل لیاقت، کاردانی و صداقت به مقام‌های عالی دست یافت و در آخرین سالهای حکومت محمد رضا شاه مسئول شرکت هواپیمایی ملی بود. راجع به شخصیت او به سند زیر اشاره می شود. خلاصه سند: علی محمد خادمی در جهرم متولد شده. پس از تحصیلات دبیرستانی وارد دانشکده افسری شده. به مقاماتی از قبیل مدیر آموزش دوره ستاد هوایی، رئیس ستاد نیروی هوایی، ریاست هواپیمایی ملی ایران و آژودان مخصوص شاه و غیره رسید و نشانهای متعددی دریافت کرد. نام برده از نظر صحت عمل و درستی مورد ایراد نبوده و از لحاظ مدیریت و شایستگی و حسن شهرت لایق و با پشتکار معرفی گردیده. معروف به بهاییگری است. این مدیر کاردان چند ماهی قبل از انقلاب در خانه خود هدف گلوله قرار گرفت و قاتلین او تاکنون شناخته نشده‌اند. دکتر شاپور راسخ از دوستان دیرینه سپهبد خادمی درباره قتل او چنین نوشته است: نظر به سوابق دوستی صمیمی سریعاً به بیمارستان در تجریش رفتم. از طبیب معالج شخصاً شنیدم که سپهبد از پشت سر تیر خورده است. 2. دکتر شاپور راسخ متولد 1302 شمسی، استاد خوشنام جامعه شناسی دانشگاه تهران که مدتی معاون سازمان برنامه بود، خداداد فرمانیان درباره راسخ می نویسد: دکتر شاپور راسخ که او هم بعدها معاون سازمان برنامه شد، در ایران، سوئیس و فرانسه تحصیل کرده بود. یک آدم عالم و در زبان فارسی مهارت خاص داشت. تحصیلاتش در سوئیس در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی بود. دکتر راسخ تنها به سبب توانایی‌های علمی به معاونت سازمان برنامه منصوب شد. 3. دکتر عبدالکریم عیادی، پزشک شاه. دکتر عبدالکریم عیادی در خانواده‌ای از روحانیون مسلمان به دنیا آمد. پدر او ملا محمد تقی و جد او ملا عبدالرحیم از روحانیون زنجان و ابهر و صاحب ثروت و مکنت بودند. پدر او به دیانت بهایی درآمد و با اذیت و آزار روحانیون و مردم متعصب روبرو شد و در زمان ناصرالدین شاه مکرر به زندان افتاد و بر اثر شکنجه بینایی یک چشم خود را از دست داد. به زمانی که ملا محمد تقی به دیانت بهایی درآمد، امام جمعه ابهر به رکن الدوله شکایت می کند و او را به زندان می افکند. پس از آزادی از زندان مجدداً به شیخ الاسلامی ابهر منصوب می شود. فرمان نصب او به امضای عباس میرزا ملقب به ملک آرا به تاریخ 1295 هجری قمری مطابق با 1878 میلادی است. در دوران جنبش مشروطه دوباره به مدت 4 سال
به زندان می افتد. همسر او منیر خانم دختر یکی از مشاهیر بهایی به نام ملا علی اکبر شهمیرزادی، مؤسس اولین مدارس دخترانه تهران، مدرسه تأییدیه دوشیزگان وطن بود. ملا محمد تقی دارای 3 فرزند بود، 1 دختر و 2 پسر، به نامهای عبدالکریم فامیل عیادی، لقبی که بهاءالله به پدر او داده بود را برای خود انتخاب می کند. چون پدر عبدالکریم ثروت خود را بر اثر زندانهای مکرر از دست داده بود، عبدالکریم برای ادامه تحصیل وارد ارتش و در شمار دانشجویان اعزامی به خارج برای تحصیل طب به فرانسه اعزام می شود. پس از پایان تحصیلات به ایران باز می گردد. به دلیل ابراز عقیده دینی خود به دستور رضاشاه به زندان می افتد. یکی از فرزندان رضاشاه سخت بیمار می شود و اطبای دربار از معالجه او بر نمی آیند. عبدالکریم را از زندان برای معالجه بیمار می بردند و او موفق به معالجه او می شود. عبدالکریم به عنوان پزشک مخصوص محمد رضا شاه انتخاب می شود و سالهای طولانی در این سمت می ماند و مراتب ارتشی را هم تا درجه سپهبدی طی می کند. در طول خدمت در ارتش مقامات متعددی را در بهداری ارتش عهدهدار می شود. مدتی هم از طرف ارتش مأمور نظارت بر شرکت شیلات می شود. به اتفاق دکتر صدر و دکتر مقارعی بیمارستان مدرنی به نام بیمارستان مهر در تهران تأسیس می کند. عیادی هیچگاه مسئولیت سیاسی نداشت و در تشکیلات بهایی هم هیچگاه عضو محافل محلی و یا ملی نبود. عقاید روحانی خود را نیز در امور نظامی و شغلی دخالت نمی‌داد. به همراه مادر خود در خانه‌ای ساده زندگی می‌کرد. شاه در آستانه انقلاب اسلامی عیادی را برای جلب رضایت روحانیت شیعه بازنشسته کرد. خانه و باغ چایکاری او در انقلاب مصادره شد. عیادی از ایران مهاجرت کرد و پس از 2 سال درگذشت. 4. سپهبد رستگار نامدار 1295 شمسی مطابق با 1916 میلادی در شاهرود در خانواده‌ای که پدر مسلمان و مادر بهایی بود متولد می شود. وی فارغ التحصیل رشته حقوق و در بخش تدارکات ارتش به کار مشغول بود. وی در سال 1318 شمسی مطابق با 1939 میلادی ازدواج می کند و 2 سال بعد از ازدواج به آیین بهایی می پیوندد. وی در سال 1357 شمسی مطابق با 1979 میلادی و 2 سال بعد از بازنشستگی دستگیر می شود. در زندان وقتی که خبر حکم اعدام خود را می شنود چنین می گوید: تا کنون نه رستگار بودم و نه نامدار، ولی اکنون هم رستگار شدم و هم نامدار. رستگار نامدار از مال دنیا چیزی نداشت.
در خانه پسر خود زندگی میکرد. پس از دستگیری 11 ماه زندان را تحمل میکند و در 14 مرداد 1360 شمسی مطابق با 1981 میلادی اعدام شد. 5. سپهبد اسدالله صنیعی در یک فامیل بهایی متولد شد و تا قبل از تصدی وزارت جنگ از اعضای جامعه بهایی بود، چون برخلاف دستور جامعه بهایی پست وزارت جنگ را پذیرفت، از جامعه بهایی اخراج شد. سپهبد صنیعی در کابینه اسدالله علم از 29 مهر ماه 1342 مطابق با 21 اکتبر 1963 متصدی پست وزارت می شود. در کابینه علی منصور و کابینه ترمیمی منصور در اسفند ماه 42 مارس 1964 و آذر ماه 43 دسامبر 1964 و در کابینه امیر عباس هویدا تا مهر ماه 1346 مطابق با اکتبر 1967 در هیئت دولت میماند. جمعاً دوران وزارت او 4 سال به طول می انجامد. بدین ترتیب در سلطنت محمد رضا شاه پهلوی تنها 5 نفر بهایی مقام‌های عالی را به دست آوردند که 1 نفر آنان به دلیل قبول پست وزارت از تشکیلات بهایی اخراج شد. بهاییان شهروند ایران بودند و حق دستیابی به مقامات اداری را داشتند، گرچه در این عرصه همواره با تبعیض روبرو بودند. جامعه بهاییان به دوران محمد رضا شاه. رسول جعفریان می نویسد در اصل سیر مبارزه با بهاییت را باید از زمان پدید آمدن این فرقه در ایران جستجو کرد. طی 1 قرن آثار زیادی در رد این فرقه پدید آمد و این مبارزه تا دوره رضاخان نیز ادامه داشت. نمونه آن کتابچه کوچک 4 شب جمعه است که در سال 1313 شمسی مطابق با 1934 میلادی فراهم آمده و حاصل چند مناظره میان یک مسلمان به نام جلال دری و یک بهایی است. نمونه دیگر آن انجمنی بود که آیت الله سید ابوالحسن طالقانی پدر آیت الله طالقانی با پدر مهندس بازرگان برای مبارزه با بهاییان و مبلغان مسیحی ایجاد کرده بودند. اما آنچه که به بحث ما مربوط می شود، اوج گرفتن این مبارزه از سال 1323 شمسی مطابق با 1944 میلادی به بعد است که صورت سیاسی نیز به خود می گیرد. یعنی مبارزه با بهاییت به نوعی مبارزه با حکومت و اجزای آن تلقی می شود، چرا که برخی از چهره‌های حکومت متهم به داشتن گرایش‌های بهاییگری بودند. از شهریور 20 تا بهمن 57 جامعه بهایی از 2 سو مورد حمله قرار می گرفت. از یک طرف روحانیون و طرفداران متعصب آنها که کمر به نابودی جامعه بهایی بسته بودند و از طرف دیگر شاه که برای جلب رضایت روحانیون راه را برای استخدام بهاییان
در ادارات دولتی بسته و آنها را در تنگنای اقتصادی قرار داده بود. آگهی‌های استخدامی در روزنامه‌های دولتی و نیمه دولتی که شرایط استخدام در آنها درج شده است، از محروم بودن بهائیان از مشاغل دولتی خبر می‌دهند. متدین به دیانت اسلام و یا یکی از اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده یهودی، مسیحی و یا زرتشتی همواره یکی از شرایط اصلی استخدام در نهادها و ادارات دولتی بود. در سال 1334 شمسی مطابق با 1955 میلادی کلیه مراکز بهایی در ایران به تصرف دولت در می آید، اما حجت الاسلام فلسفی می نویسد مخالفت تاکتیکی شاه با بهائیان را نباید به هیچ وجه جدی تلقی کرد، زیرا بهائیان چه در دوره رضاخان و چه از آغاز سلطنت محمد رضا شاه نقش فعالی در دربار و دولت داشتند. پایان نقل قول. همین آقای فلسفی درباره تسلیم بودن شاه در برابر آیت الله بروجردی چنین می نویسد: مرحوم آیت الله بروجردی هنگامی که از دولت‌های وقت گله داشت و دولت کسی را برای رضایت خاطر ایشان به قم می‌فرستاد، بسیار صریح و با صدای بلند می‌فرمود نمی‌پذیرم، به طوری که فرستاده دولت هم میشنید و میرفت و به رئیس دولت وقت گزارش میداد. دولت‌ها هم از طریق چند واسطه از ایشان علت را جویا میشدند و ایشان میفرمود به خاطر اینکه دولت در فلان موضوع روش‌های نادرستی در پیش گرفته است، همین برخورد موجب میشد که دولت در کار خود تجدید نظر کند و موجبات رضایت خاطر ایشان را فراهم آورد. پایان نقل قول. فلسفی درباره الزامی کردن درس تعلیمات دینی در مدارس می نویسد: از طرف آیت الله بروجردی به دیدن شاه رفتم و پیغام آیت الله را به او رساندم. گفت خیلی خوب، به دکتر شایگان وزیر فرهنگ وقت میگویم. پایان نقل قول. چند روز بعد نامه ای از شایگان داشتم که نوشته بود نظر آیت الله بروجردی تأمین خواهد شد. متن نامه شایگان چنین است: فاضل محترم آقای فلسفی، در باب پیام حضرت مستطاب آیت الله بروجردی راجع به تعلیمات دینی در مدارس خواهشمند است مراتب ذیل را به استحضار معظم الله برسانم. 1. در قدم اول وزارت فرهنگ نظر حضرت آیت الله را در تعلیمات دینی در مدارس 4 ساله تعلیمات اجباری با مشورت علمای مذهبی تأمین خواهد کرد. 2. نسبت به مراحل تحصیلی بعدی چون به مطالعه بیشتری نیازمندید، پس از فراغ از اجرای تعلیمات اجباری دست به کار خواهیم شد. وزیر فرهنگ دکتر شایگان، سند 35 از خاطرات فلسفی. فلسفی می نویسد روزی صبح زود که هنوز خیلی به طلوع آفتاب مانده بود، حاج احمد خادمی پیشکار آیت الله بروجردی به دیدنم آمد. تعجب کردم که چه اتفاقی افتاده. گفت دیشب آقا نخوابیده اند، چون در روزنامه ها نوشتند
ورزشکاران می‌خواهند مشعلی را در امجدیه روشن کرده و آن را به دست گرفته درب منزل شاه ببرند. فرمودند این آیین آتش پرستی است. من باید نصف شب از قم حرکت می کردم که شما صبح زود به شاه بگویید که قطعاً جلوی این کار را بگیرد. فلسفی می نویسد به ملاقات شاه رفتم، پیام را رساندم. شاه فوراً دستور داد که موضوع آوردن مشعل را به هم بزنیم. آیت الله بروجردی که زمانی از شاه برای اقامت در قم اجازه می گرفت، در چند سال چندان قدرتمند شده بود که به شاه فرمان می داد. فلسفی می نویسد وظیفه دینی حکم می کرد که در مقابل این فرقه یعنی بهائیان بی تفاوت نباشم. در زمان حکومت دکتر محمد مصدق به او مراجعه کردم و پیام آقای بروجردی را به ایشان رساندم و گفتم شما رئیس دولت اسلامی ایران هستید و الان بهایی ها در شهرستان ها فعال هستند و مشکلاتی را برای مردم مسلمان ایجاد کرده اند. لذا مرتباً نامه‌هایی از آنان به عنوان شکایت به آیت الله بروجردی میرسد. ایشان لازم دانستند که شما در این باره اقدامی بفرمایید. دکتر مصدق بعد از تمام شدن صحبت من به گونه تمسخرآمیزی قاه قاه و با صدای بلند گفت آقای فلسفی، از نظر من مسلمان و بهایی فرق ندارند، همه از یک ملت و ایرانی هستند. این پاسخ برای من بسیار شگفت‌آور بود، زیرا اگر سوال می‌کرد فرق بین بهایی و مسلمان چیست، برای او توضیح می‌دادم. اما با آن خنده تمسخرآمیز و موهن دیگر جایی برای صحبت کردن و توضیح دادن باقی نماند. لذا سکوت کردم و موقعی که به محضر آیت الله بروجردی رسیدم و این جمله را گفتم، ایشان نیز به حالت بهت و تحیر پیام وی را استماع کرد. در سال 1323 شمسی مطابق با 1944 میلادی کتابی به نام خاطرات کنیاز دالگروکی سفیر روسیه در دربار قاجار با اجازه وزارت فرهنگ منتشر می شود. نویسنده این کتاب دقیقاً معلوم نیست. این کتاب به نقل از دالگروکی سفیر روسیه در زمان محمد رضا شاه بابیان و بهائیان را به وابستگی به روسیه متهم می کند. محفل ملی بهائیان ایران در مهر ماه همان سال در نامه‌ای خطاب به محمد ساعد نخست وزیر وقت تقاضا می کند که دولت اجازه دهد که جوابی به این کتاب چاپ و منتشر کند. اما دولت به بهائیان اجازه چاپ جوابیه نمی دهد. در کتاب خاطرات دالگروکی ادعا شده است که یک کارمند سفارت روسیه در ایران سید باب را تحریک کرده که ادعای مهدویت بکند و هدف از این کار تضعیف اسلام بوده است. فریدون آدمیت در امیرکبیر و ایران می نویسد این معنی باید دانسته شود که در پیدایش بابیه عنصر سیاست خارجی هیچ تصرفی نداشته و مانند صدها فرقه دیگر زاده فرهنگ و جامعه ایرانی بود.
جزوه‌ای که به نام یادداشت‌های کینیاز دالقروکی چاپ زده اند و حکایت پرنس روسی است که به صورت ملای مسلمان در آمد و به کربلا رفت و سید علی محمد را به دعوی امام زمانی برانگیخت هیچ اعتبار تاریخی ندارد. دانشمند فقید احمد کسروی نخستین بار از ساختگی بودن آن سخن گفت. این داستان حتی لطف قصه کودکان را ندارد. سراپا افسانه لوس و مطلوب ذهن مردم متعصب افسانه پسند است. عباس اقبال آشتیانی استاد تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران می‌نویسد در باب داستان کینیاز دالقروکی حقیقت مطلب این است که آن به کل ساختگی و کار بعضی از شیادان است. علاوه بر اینکه وجود چنین سندی را تا این اواخر احدی متعرض نشده بود، آن حاوی اغلاط تاریخی مضحکی است که همانها صحت آن را به کلی مورد تردید قرار می‌دهد. پایان نقل قول. مجتبی مینوی استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی و استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پس از شرحی که در اثبات عدم انطباق این یادداشت‌ها بر روی داده‌های تاریخ دارد و تناقضات کتاب می‌نویسد، از روی همین مطالب خلاف واقع و اغلاط تاریخی که در این یادداشت‌های منسوب به دالقروکی موجود است میتوان حکم کرد که تمام آنها مجعول است و این جعل هم باید در ایران شده باشد. احمد کسروی که خود ردیه‌ای به آیین بهایی نوشته، در مقاله‌ای در شماره 4 پرچم می‌نویسد از 3-4 سال پیش نوشته‌ای به نام یادداشت‌های کینیاز دالقروکی به میان آمده که کسانی نسخه‌هایی برداشته به این و آن می‌فرستند. بیگمان این چیزها ساخته است و چنان که به تازگی دانسته شد یک مرد بیمایه بلند پروازی که در تهران است و سالها به شناخته گردانیدن خود می‌کوشد این را ساخته و از یک راه دزدانه در میان مردم پراکنده. پایان نقل قول. سرکوب بهائیان به دوران محمد رضا شاه 1321 شمسی مطابق با 1942 میلادی. خرداد ماه 1321 شمسی مطابق می 1942 میلادی در آباده 24 خانه بهائیان به غارت رفته و به آتش کشیده می شود. حتی 4 پایان را هم می سوزانند. هیچ فردی به اتهام آتش زدن خانه های بهائیان بازداشت نمی شود. در همین سال در دهی در فریدن از توابع اصفهان به نام داران چند نفر بهایی از جمله یک پاره دوست و یک مغازه‌دار و همسر او که معلم بود با فشار مقامات محلی روبرو می‌شوند و آخوند محل وزارت آموزش و پرورش را مجبور می‌کند تا خانم معلم بهایی را اخراج کند. 1322 شمسی مطابق با 1943 میلادی. آذر ماه 1322 شمسی مطابق با دسامبر 1943 میلادی روزخوانی به نام شیخ علی اکبر معروف به شریف الواعظین
نامه‌ای به رئیس بانک ملی شعبه آبادان نوشته و یادآور می شود که طبق بند 4 از ماده 2 قانون استخدامی کشور، بهائیان از استخدام در ادارات دولتی محرومند و او به استناد این قانون خواستار اخراج کارمند بهایی بانک ملی می شود. در اسفند ماه 1322 شمسی، رئیس شهربانی کل کشور سپهبد جهانبانی در گزارشی به علی سهیلی نخست وزیر وقت اطلاع می دهد که طبق گزارشی که از شهربانی تبریز رسیده است، میرزا محسن واعظ در مسجد آذرشهر مردم را به حمله به خانه‌های بهائیان ترغیب کرده و خانه‌های میرزا حسین چیتساز و بالازاده که بهایی بودند را غارت و آتش زده. هشدار پروین گنابادی. پروین گنابادی نماینده مجلس در شهریور ماه 1323 شمسی نامه‌ای به نخست وزیر وقت محمد ساعد می نویسد و در آن یادآور می شود که دستهای مرموزی برای برهم زدن آرامش در بیشتر نقاط کشور به فعالیت آغاز کرده. او درباره حوادث خراسان می نویسد آنطوری که از خراسان اطلاعات دقیقی به این جانب رسیده، عناصر مغرضی زمینه بلوای بزرگی را فراهم می سازد. در شهر مشهد 500 هیئت تشکیل دادند از قبیل ابوالفضل، علی اکبر، حسین، حسن و چون اسامی ائمه تمام شده، نامهایی مثل مسلم ابن عقیل انتخاب کردند. اگر از مسببین این گونه اغتشاش طلبی ها جلوگیری نشود، بدون شک بلوای بزرگی که منجر به خونریزی خواهد شد برپا خواهد شد. این جانب از لحاظ وظیفه ملی حقایق را به دولت تذکر دادم. مسبب اصلی این واقعه یک روحانی مشهدی به نام حاج احمد بوده است. 1323 شمسی مطابق با 1944 میلادی، هیئتی به نام صاحب الزمانی در زابل برای مبارزه با بهائیان تشکیل می شود. در آباده به تحریک یک روزخوان به نام سید محمد قیومی بهائیان مورد تجاوز و توهین قرار می گیرند و درب خانه‌های آنها به آتش کشیده می شود. قیومی با نامه‌نگاری به ادارات دولتی خواستار اخراج کارمندان بهایی می شود. چون مراجع محلی به شکایات بهائیان توجه نمی کنند، محمد تقی افنان یکی از بهائیان به محمد ساعد نخست وزیر وقت شکایت می کند که البته شکایت او به جایی نمی رسد. در اوایل این سال شیخ علی اکبر روزخان در دهات اطراف آباده به بهانه روزخانی به تحریک مسلمانان بر علیه بهائیان می پردازد. بهائیان برای حفظ جان خود از دهاتی که ساکن بوده اند به دهات دیگری که احساس خطر کمتری می کرده اند کوچ می کنند. از جمله ساکنین بهایی ده ادریس به آباده می روند و به ساختمانی متعلق به بهائیان به نام حدیقة الرحمن و در نزدیکی اداره ژاندارمری پناه می برند. مردم به این ساختمان حمله می کنند و نیروهای دولتی در برابر هجوم مردم از بهائیان حفاظت نمی کنند. بهائیان به دولت شکایت می برند و مانند همیشه شکایت آنها به جایی نمی رسد. عده‌ای که خود را خادمین امام زمان می نامیدند در اثر سکوت مأمورین دولتی
شجاعتر شده و روز 22 اردیبهشت مغازه سلمانی یک بهایی به نام ذبیح الله مقدم را ویران می‌کنند و روز بعد یعنی در روز 23 اردیبهشت به ساختمان حدیقة الرحمن بهائیان حمله کرده درب ساختمان را می‌شکنند و کلیه لوازم از قبیل فرش و کتاب و میز و صندلی را آتش می‌زنند. بهائیان ساکن ساختمان خود را در گوشه‌ای مخفی می‌کنند. سید علی آقا نامی که در پشت بام مخفی شده بود خود را به کوچه می‌اندازد، او را سنگ باران می‌کند. خادمین امام زمان سپس به خانه یک بهایی به نام فریدون بهرامی حمله او را به شدت زخمی و خانه او را غارت می‌کنند. پسر کوچک او به نام افلاطون و دو خواهر کوچکتر از او را در منبع آب می‌اندازند. بعد از اینکه خادمین امام زمان متفرق می‌شوند، نیروهای دولتی دخالت می‌کنند و زخمی‌ها را به خانه بهرامی می‌برند. خبر به شیراز می‌رسد و افسری به نام سرهنگ امانپور مأمور رسیدگی به واقعه می‌شود. 4 نفر از مسلمانان که مقصر شناخته شده بودند دستگیر می‌شوند، اما از ترس خادمین امام زمان عده‌ای بهایی را هم دستگیر می‌کنند. دستگیر شدگان بهایی عبارت بودند از فریدون بهرامی که خانه او را غارت کرده بودند و قصد قتل 3 کودک او را داشتند و با دشنه زخمی شده بود. آقا سید علی که او را هم به قصد کتک زده و با دشنه زخمی کرده بودند و همچنین وجیه الله فروزان عضو محفل بهائیان آباده. شکایت به نخست وزیر 1323 مطابق با 1944 میلادی. منشی محفل ملی بهائیان ایران در تیر ماه 1323 از مظالمی که به بهائیان روا می شود به نخست وزیر وقت محمد ساعد شکایت می برد. در این شکواییه اسامی شهرهایی که بهائیان در آنها اذیت و آزار شده و اموال آنان را به غارت برده بودند ذکر شده است. بندر شاه عده‌ای 2 بهایی را به نامهای غلام حسین و عطاالله دیانت با کارد مجروح می کنند. یکی از ضاربان را دستگیر و به گرگان می برند، اما او فوراً آزاد می شود و به بندر شاه باز می گردد. مردم به مغازه یک بهایی دیگر به نام رشیدی حمله کرده و او را کتک می زنند و اموال او را به غارت می برند. شکایت او به ادارات گرگان بی نتیجه می ماند. قصر شیرین نماینده وزارت معارف آقای ملکی نامی مردم را بر علیه بهائیان تحریک می کند. در کوچه و بازار بهائیان را کتک می زند. مأمورین دولتی به جای جلوگیری بهائیان را احضار کرده و از آنان می خواهند که قصر شیرین را ترک کنند. مهریز یزد در شب 15 اردیبهشت 7 نفر به خانه یک بهایی به نام ولی الله وارد شده و اموال او را غارت می کنند. طبس بر اثر تحریکات شیخ غلامرضای روزخان مردم بهائیان را به قتل تهدید می کنند. در نتیجه 2 خانواده بهایی به اجبار طبس را ترک می کنند. گناباد فردوس در گناباد فردوس بهائیان مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و اموال آنها به غارت می رود. بشرویه در اردیبهشت خبر فجایع گناباد فردوس علیه بهائیان منتشر
و بی‌تفاوتی دولت در برابر حمله به بهائیان مسلم می شود. 2 کارمند پست و تلگراف در بشرویه مردم را به قتل بهائیان و غارت اموال آنها تشویق می کنند. چند مأمور ژاندارمری به دستور رئیس پاسگاه شبانه به خانه عبدالرسول هوشنگی که بهایی بود حمله کرده او و همسرش را مضروب و اموال آنها را به غارت میبرند. محرک این واقعه ناصر قدس پیش نماز محل بود. مهر ماه 1323 مطابق با اکتبر 1944 میلادی نامه‌ای به امضای کمیته اسلامی گرگان به بهائیان نوشته می شود. در این نامه بهائیان به غارت اموال و قتل تهدید می شوند. عباس مهرائین منشی محفل بهائیان گرگان نامه‌ای به رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری گرگان و نخست وزیر می نویسد و از آنها تقاضا می کند تا از این اعمال جلوگیری کنند. در 20 مهر ماه در جواب تلگراف مهرائین از طرف وزیر کشور به او توصیه می کنند که بهتر است بهائیان موقتاً شهر گرگان را ترک کنند. نبیلی نامی رئیس بانک ملی شعبه گرگان که بهایی بوده است به اجبار گرگان را ترک می کند. مغازه ها و خانه های چندین خانواده بهایی در شهرضا از توابع اصفهان به تحریک روحانیون غارت می شود و بهائیان ساکن شهرضا اخراج می شود. شاهرود مرداد ماه سال 1323 شمسی اوت 1944 میلادی یک شاهد عینی به نام حبیب الله نامدار بهایی که در آن زمان در اداره ژاندارمری شاغل بوده درباره رخدادهای این سال در شاهرود می نویسد. این واقعه جانگداز در دوران جنگ جهانی دوم و زمانی که ارتش سرخ در منطقه حضور داشت اتفاق افتاد. در آن زمان حدود 15 خانواده بهایی در شاهرود ساکن بودند. چند نفر از آنان کارمند دولت و بقیه شغل آزاد داشتند. رابطه بهاییان با مردم تا به ریاست شهربانی رسیدن سرگرد فاطمی نامی بسیار خوب بود. او در ظاهر نسبت به بهائیان اظهار محبت و دوستی می کرد، اما در باطن با برخی از روحانیون همدست شده و بر علیه بهائیان شروع به تحریکاتی کرد. رئیس کلانتری استوار فاطمی نامی هم از وی پیروی می کرد. چندی نگذشت که روحانیون در مساجد شروع به سخنرانی علیه بهائیان کردند. تحریکات روحانیون در ابتدا تأثیری در مردمی که سالیان دراز با بهائیان زندگی کرده بودند نکرد، اما عده‌ای آشوب طلب تحت تأثیر قرار گرفته در کوچه و خیابان بهائیان را مورد اذیت و آزار و بدگویی قرار دادند. پس از چند روزی که اوضاع رو به وخامت گذاشت، بهائیان از شهردار شاهرود تقاضا کردند که بازرسی از تهران بیاید و اوضاع را از نزدیک ببیند تا مقصرین شناخته شود. چون شهردار با این تقاضا موافقت نمی کند، بهائیان برای حفظ جان خود هرچند خانواده در یک خانه ساکن می شود. مغازه‌داران دست از کار کشیده و در منزل می مانند. شهردار شاهرود به دلیلی که مشخص نیست به بهائیان اطمینان می دهد که هیچ اتفاقی برای آنها پیش نخواهد آمد و می توانند
به کسب و کار خود مشغول شوند. در این زمان رئیس شهربانی شاید برای براءت خود از اتفاقاتی که در شرف تکوین بود به ژاندارمری نامه‌ای می‌نویسد و به این دلیل که خود به تنهایی قادر به حفظ نظم شهر نیست از ژاندارمری کمک می‌خواهد. رئیس ژاندارمری صدفان جاهد این جانب حبیب الله نامدار و 10 ژاندارم دیگر را در اختیار شهربانی می‌گذارد. ژاندارم‌ها موفق می‌شوند که آرامش را به شهر بازگردانند. چون رئیس دسته ژاندارم‌ها مانع اجراء مقاصد روحانیون بوده، تصمیم می‌گیرند که توافق رئیس ژاندارمری را برای برکناری وی بگیرند. نامدار می‌نویسد: صبح روز بعد سرکار جاهد رئیس گروهان بنده را احضار نمود. پس از ورود به اتاق فرمانده فرمودند بنشین. سپس کشوی میز خود را کشید و مبلغی پول به بنده نشان دادند و گفتند ببین این 3000 تومان است. به من دادند که تو را عوض کند و 1 درجادار دیگر به جای تو بفرستم که هر کاری می‌خواهند بکنند. حال اگر این مبلغ را شما بهایی ها به من بدهید من پول آنها را مسترد می‌کنم و تو را همچنان در پست خودت می‌گذارم باشی. بهاییان پیشنهاد فرمانده ژاندارمری را قبول نمی‌کنند و او به جای نامدار درجه‌دار دیگری را می‌فرستد. روحانیون با این نیرنگ موفق می‌شوند آخرین مانع را از سر راه خود بردارند. اولین قربانی این فاجعه یکی از بهاییان ثروتمند شاهرود به نام انارکی است. وی مدتی در منزل نامدار مخفی بوده. سرانجام تصمیم می‌گیرد که به خانه خود بازگردد، اما در نزدیکی خانه او را با کارد و قمه به قتل می‌رساند و جسدش را با طناب آویزان می‌کند. دومین قربانی جزبانی رئیس اداره پست و تلگراف شاهرود بود. او را در بین راه خانه و محل کار با کارد و قمه به قتل می‌رسانند و آنقدر سنگ بر جسد او می‌ریزند که زیر سنگ‌ها مدفون می‌شود. سومین قربانی نادری رئیس اداره دخانیات شاهرود است. متعصبان مسلمان پس از آنکه از قتل جزبانی فارغ می‌شوند به سراغ نادری می‌روند. به خانه او وارد شده و او را نمی‌یابند. در حال بازگشت بودند که دختر کوچک نادری پدر را صدا می‌زند. مسلمانان نادری را در تنور نانوایی می‌یابند و همانجا به قتل می‌رسانند. نفر چهارمی که به شدت مضروب می‌شود اما جان به در می‌برد جوانی است به نام هدایت الله. او را به تهران می‌برند و در بیمارستان معالجه می‌کنند. آخرین خانه‌ای که غارت می‌شود خانه حبیب الله نامدار است. چون منزل نامبرده در نزدیکی پادگان ارتش سرخ بوده است، روس‌ها دخالت کرده و مردم را متفرق می‌کند. رئیس شهربانی و فرمانده ژاندارمری هر دو ناظر وقایع بودند ولی هیچ اقدامی نمی‌کنند. شهردار شاهرود با کمک رئیس راه آهن وسیله اعزام بهائیان را به تهران فراهم می‌کند. بهائیان که منازل آنها به غارت رفته بود با دست خالی به تهران فرستاده می‌شود. فاجعه شاهرود را غیر بهائیان هم گزارش کردند. دکتر ناصر پاکدامن با استناد به روزنامه‌های آن دوران وقایع شاهرود را چنین می‌نویسد:
بر اساس گفته‌های یکی از اشخاصی که ناظر وقایع اخیر شاهرود بوده است، از آغاز ماه مرداد شهر ملتهب است. در روزهای 2 و 3 و 7 و 8 مرداد به دکانها و خانه‌های برخی از بهائیان حمله می شود. شهربانی هم حرکتی نمی کند و منفعل می ماند. روز 2 مرداد ماه جمع کثیری به دکان ولی سبحانی حمله نموده و او را به قصد کشتن می زنند. نام برده از دست مهاجمین فرار کرده و به شهربانی پناهنده می شود و به رئیس شهربانی شکایت می کند. رئیس شهربانی می گوید من منتظر بودم نشأت را بیاورم. روز 3 مرداد طیرالله مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و او هم پس از فرار از دست مهاجمین به شهربانی مراجعه می کند و باز هم رئیس شهربانی از رسیدگی به شکایت او خودداری می کند. شب 7 عده زیادی با کلنگ و دیلم به خانه طبیبیان می ریزند تا ساختمان را بر سر ساکنین آن خراب کنند. ساکنین خانه به دفاع پرداخته و مهاجمان به نتیجه نمی رسند. رئیس شهربانی گفته بود شما بی غیرت‌های بی عرضه نتوانستید یک خانه را بکوبید؟ روز 8 مرداد شهربانی به نادری رئیس اداره دخانیات اطلاع می دهد که جان او در خطر است. بهتر است از شهر شاهرود خارج شود. در این فاصله گویا شکایت ها اثر می کند و قائله خاموش می شود. اما در روز 17 مرداد از ساعت 8 صبح عده زیادی به کشتن و غارت کردن و آتش زدن خانه ها و دکاکین می پردازند. کسانی که جانشان مورد خطر بود به شهربانی پناه می برند. رئیس شهربانی می گوید اینجا چرا آمده ای؟ و آنها را بیرون می کند. اینها در خانه های خود پنهان می شود. اسدالله نادری در تنور خانه اش مخفی می شود که به ضرب چوب سرش را می شکافند و او را از تنور بیرون می کشند و با چوب می زنند تا به قتل می رسد. گروهی خانه او را غارت می کنند. محمد جزبانی را در خیابان مزار به باد کتک می گیرند، فرار می کند و در بالاخانه منزل دکتری مخفی می شود. پس از هجوم به پناهگاه او را از پنجره پرت می کنند و آنقدر با سنگ می زنند تا در زیر سنگ ها مدفون می شود. جسدش را با طناب آویزان می کنند. حسن مهاجر نیز همین سرنوشت را پیدا می کند. در حدود 5 میلیون ریال اموال مردم را به غارت می برند و عده‌ای را هم زخمی و هر کس توانسته جان به در برد متواری گشته است. ناصر پاکدامن می نویسد واقعه شاهرود خشونت کوری است که از توده و جمع برانگیخته بیرون می زند که باز هم سرچشمه حرمان و فلاکت خود را در دیگری و از دیگری می بیند. پس به تنبیه و نابودی او کمر می بندد. خون بر چشمانش پرده انداخته است، چنگ می اندازد و موهای اسدالله نادری را در دست می گیرد تا او را از تنوری که مخفیگاه وی شده است بیرون بکشد و با چوب و چماق به جانش بیفتد تا دیگران هم هلهله و شادی کنند، پای بکوبند و کف بزنند. اسدالله نادری غالب تهی می کند و خلایق به غارت خانه اش می پردازند.
محمد جزبانی را از بالاخانه منزلی که پناهگاه او شده است به زیر می اندازند و آنچنان سنگ باران می کنند که جسدش در زیر تلی از سنگها ناپدید می شود، اما با اینها آرام نمی گیرند و جسد را باز می جویند تا طنابی به پایش ببندند و کشان کشان به میدانی ببرند و با پا بیاویزند که وه چه خوشبختیم که رستگاری دو جهان از آن ماست. دگر آزاری به استناد و اگر نه به تحریک و توجیه جهانبینی قدرت حاکم و مستقر صورت می‌گیرد. رئیس شهربانی هیچ نمی کند. شاهرود حاکم و فرمانداری ندارد. اهل دین نیز که از زمانهای پیش بر ارتداد و فساد اصحاب فرقه ضاله حکم داده بودند. دولت از ترس روحانیون دست روی دست می‌گذارد. بهائیان شاهرود به تهران می‌روند. نماینده مجلس آقای عبدالکریم صدریه که از ابتدا در جریان وقایع شاهرود بوده، در مرداد ماه نامه‌ای به نخست وزیر محمد ساعد می‌نویسد. جای تعجب و تأسف است که چند روز قبل از وقایع شاهرود با اطلاعاتی که از وضع هرج و مرج آنجا داشتم به رئیس شهربانی مراجعه نمودم و از ایشان خواهش نمودم دستور برای جلوگیری به مأمورین خود بدهد. حال معلوم می شود هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نداده و کار به اینجا رسیده. او از نخست وزیر می خواهد که مرتکبین و محرکین را به مجازات برسانند. کسی به نام محمد باقر در شهریور ماه نامه‌ای به محمد ساعد نخست وزیر می نویسد و صدریه را به طرفداری از بهائیان معرفی می کند. جوابی که محمد ساعد به او می دهد شایان توجه است. وی می نویسد طرفدار مظلومان بودن وظیفه هر فردی است. طرفدار حق بودن وظیفه تمامی ملت است. آدم کشی به بهانه بهایی کشی وحشیگری است. محفل ملی بهائیان ایران در تیر ماه 1325 مطابق با جولای 1946 میلادی در نامه‌ای به احمد قوام نخست وزیر می نویسد بعد از 2 سال که دادگاه به طول انجامید و با فشارهایی که روحانیون به دادگاه وارد کردند و اعلامیه ها که بر علیه بهائیان منتشر کردند و تهدیدها که کردند وکلای بهائیان از ترس جان در دادگاه حاضر نمی شوند و دفاعیات خود را کتباً به نظر دادگاه می رسانند. آخرالامر دادگاه در سال 1325 کلیه متهمان را تبرئه می کند. وزیر دادگستری وقت اسدالله مامقانی در تاریخ 31/5/1323 دستوری بدین مضمون صادر می کند. به دادگاه‌های کشور طی بخشنامه‌ای دستور می دهد که چون مدتی است ادعی مفسده جو اختلافات مذهبی و مسلکی را دستاویز کرده مردم را به بلوا و اغتشاش و دزدی و ایراد ضرب و جرح و قتل نفس تحریک می نمایند به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها دستور داده شده که هرچه زودتر اشخاص ماجراجو را به کیفر قانونی برسانند و هیچ گونه ارفاقی نسبت به این گونه اشخاص مفسده جو معمول ندارد.
مفسده جویان برای این دستور کوچکترین ارزشی قائل نمی شوند و چنانچه خواهیم دید از تجاوز به جان و مال بهائیان دست بر نمی دارد. 1324 شمسی مطابق با 1945 میلادی ابوالقاسم فردوسی به اتفاق همسر خود در جاسب در نزدیکی کاشان در مدرسه‌ای که خود تأسیس کرده بود تدریس می‌کرد. تا آن زمان در جاسب مدرسه‌ای وجود نداشت. زمانی که دولت خود در جاسب مدرسه تأسیس می‌کند، فردوسی به آرام دهی نزدیک کاشان می‌رود تا در آنجا که مدرسه‌ای نداشته مدرسه‌ای بنا می‌کند. حدود 10 سال در این مدرسه تدریس می‌کند. در سال 1324 فرماندار کاشان برای جلب رضایت مسلمین از وزارت کشور تقاضا می‌کند که ابوالقاسم فردوسی را از آران اخراج کند. به دستور وزارت کشور فردوسی مجبور به ترک آران می شود و به تهران می رود. باغ‌های بهائیان را در آران آتش می زند. ژاندارمری مأموری به نام استوارخامه به آران می فرستد. وظیفه او تحقیق درباره وقایع آران و شناخت مسببین فتنه بوده است. او در گزارشی که به مقام مافوق خود می‌دهد می‌نویسد: بهائیان مورد اذیت و آزار قرار گرفتند و مسببین را 2 نفر به نام‌های سید محمد امیری و علی سلیمی معرفی کرده و در گزارش خود قید می‌کند که نامبردگان دارای سوابق سوء نیز هستند، اما دولتیان برای جلب رضایت روحانیت خانواده فردوسی را که خدمتگزار فرهنگ بودند از آران اخراج می‌کنند. در تهران محصلان بهایی را که در دانشسرای تربیت معلم تحصیل می‌کردند به دلیل بهایی بودن اخراج می‌کنند. بهاییان به اخراج غیرقانونی خود اعتراض می‌کنند. محفل روحانی ملی بهائیان ایران حتی به نخست وزیر هم شکایت می‌برد که بی نتیجه می‌ماند. 1325 شمسی مطابق با 1947 میلادی تیر ماه 1325 شمسی مطابق با 1946 میلادی در بروجرد گروهی به تحریک روزخانی به نام آقا ضیاء مدنی و نیز شهردار بروجرد به نام سید حسین مدنی و سید فخر شریعت سردفتر اسناد رسمی به سوی ساختمانی که متعلق به بهائیان بوده است حمله می‌کند. ابتدا مغازه لطف‌الله همایونی را غارت و بعد به ساختمان وارد شده و با چوب و سنگ به بهائیانی که در آنجا پناه گرفته بودند حمله می‌کند. اسماعیل واحدیان، فریدون واحدیان، عبدالرزاق واحدیان، ابراهیم واحدیان، محمود یزدانی را شدیداً کتک می‌زند. زنهای بهایی حاضر در محل هم از کتک خوردن بی‌نصیب نمی‌مانند. ساختمان را آتش می‌زنند و حتی درختان آن را هم قطع می‌کنند. بهائیان فراری شده از بروجرد به نخست وزیر تلگراف می‌زنند و شرح واقعه را به اطلاع مقامات می‌رسانند. آنها می‌نویسند که جرم ما این است که در نیمه شعبان چراغانی نکردیم. ما امنیت جانی نداریم و 8 نفر از ما را به
شهربانی شهر کرد جلب کرده‌اند. مأمورین دولت 8 نفر بهایی را به بهانه اینکه جان شما در خطر است توقیف کرده به شهر کرد میبرند و در آنجا به زندان میاندازند. بعد از این وقایع شبنامه‌هایی علیه آنان به در و دیوار میچسبانند. ما فدایی اسلام هستیم و بهاییان را نابود میکنیم. یک بهایی به نام صادقیان هم از اذیت و آزار بی نصیب نمی ماند. به اجبار بروجرد را ترک می کند و به تهران می رود. لطف الله همایونی مجبور به ترک بروجرد می شود و به اصفهان می رود. در بهمن ماه شیخ علی روزخان در زنجان نامه‌ای به 2 بهایی به نامهای اسماعیل اقبالی و دکتر سمندری می نویسد و از آنها می خواهد که با وی در مسجد ملاقات کنند. در ملاقات به آنها می گوید که باید شهر را ترک کنند. تیر ماه 1325 شمسی مطابق با جولای 1946 میلادی. شکایت محفل ملی بهائیان به احمد قوام نخست وزیر. یکی از اوباش بیرجند به نام حسین خیاط در بازار به بهائیان توهین می کند. مأمورین شهربانی او را بازداشت می کنند. دستگیری او به شورش عمومی منجر می شود و مردم در حمایت از او به شهربانی حمله می کنند. رئیس شهربانی از ترس او را آزاد می کند. به خانه‌های غلام حسین ثابتی، طراز الله رضوانی، عنایت الله رضوانی و حسین رضوانی که بهایی بودند حمله کرده آنان را به شدت کتک زده و اموال آنان را به غارت میبرد. خانه حسین ثابت قدم خیاط محل کار او بود. لوازم خیاطی و لوازم خانه او را همراه با ابزار کار او به غارت میبرد. بعد نوبت ذبیح الله نبیلی و محمد علی ثابتی، نعمت الله نبیلی و ذبیح الله مسجونی میرسد که خانه‌های آنها را هم غارت میکند. رئیس اداره ثبت بیرجند در این باره نامه‌ای در تیر ماه 1325 مطابق با جولای 1946 میلادی به آقای صبا نماینده استانداری بیرجند می نویسد. برای جلوگیری از فتنه به روحانیون مراجعه کردیم که بلکه جلوی فتنه را بگیرند. یک نفر به عنوان بیماری عذر خواست و دیگری با استناد به اینکه استخاره کردم بد آمد اقدامی نکردند. راجع به عاملین و محرکین می نویسد مردم بیرجند هیچگاه در فکر اغتشاش نیستند. این بلوا به دست جمعی که مذهب را بهانه کرده ایجاد شده است. اگر دولت اقدام نکند و مرتکبین را مجازات نکند هیچ کس تأمین جانی ندارد. رئیس ثبت بیرجند ملک افضلی. 21 مرداد ماه 1325 شمسی مطابق با 11 سپتامبر 1946 میلادی محفل ملی بهائیان به نخست وزیر احمد قوام نامه‌ای می‌نویسد و تقاضا می‌کند که تصویب نامه‌ای صادر شود که در آن حقوق بهائیان نیز مانند سایر اقلیت‌های دینی در ایران محفوظ و از تجاوز مصون بماند. 1325 شمسی مطابق با 1946 میلادی روزخانی به نام سید محی الدین به نیریز وارد می شود و مردم را علیه بهائیان تحریک می کند. بعضی از زنان مسلمانی که شوهر بهایی داشتند
از شوهران خود جدا می شود. تحریکات سید محی الدین به قتل یک بهایی منجر می شود. همسر مسلمان استاد حبیب معمار که به تازگی بهایی شده بود، بر اثر تحریکات سید محی الدین مبنی بر اینکه زن مسلمان به غیر مسلمان حرام است، تصمیم به قتل شوهر خود میگیرد. شبی که شوهر در خواب بوده، با همکاری مادر و برادر طنابی به گردن او میاندازند و با کلنگ بر سرش میزنند و بعد او را به قتل رسانده جنازه را در چاهی نزدیک منزل مسکونی او میاندازند و روز بعد شایع میکنند که استاد حبیب به منزل نیامده و ناپدید شده است. تحقیقات ژاندارمری به پیدا کردن رختخواب خونی و اقرار متهمان و یافتن جسد می‌انجامد. به رغم آنکه مجازات قتل عمد در ایران اعدام بود، متهمین در دادگاه به 3 سال زندان محکوم می‌شوند. شهریور ماه 1325 مطابق با سپتامبر 1946 میلادی، بهائیان در نامه‌ای به نخست وزیر احمد قوام می‌نویسند: در نیریز در اثر تحریکات شخصی به نام سید محی الدین فالی، بهائیان روزانه مورد اذیت و آزار مردم متعصب قرار می‌گیرند. چون ادارات دولتی به شکایات ما ترتیب اثری نمی‌دهند، از شما خواهشمندیم در رفع قائله اقدام بفرمایید. علی اکبر فروتن، منشی محفل ملی بهائیان ایران. بهمن ماه 1325 شمسی مطابق با 1947 میلادی، محفل ملی بهائیان ایران نامه‌ای به نخست وزیر احمد قوام می‌نویسد و تقاضای اجازه چاپ کتاب می‌کند. چون در ایران مرتب در جراید بر علیه بهائیان همه گونه تهمت و افترائی زده می‌شود، ولی ما امکان جواب دادن و رفع سوء تفاهم کردن را نداریم، پیشنهاد می‌کنیم که به ما اجازه چاپ مطبوعات بهایی در یک چاپخانه خصوصی را بدهید. منشی محفل علی اکبر فروتن. با این تقاضا موافقت نمی شود. جنایت در شاهی. در سال 1326 در شهرهای مختلف فعالیت علیه بهائیان تشدید می شود. در گزارشی که خردپیشه در تاریخ 20 خرداد 1326 مطابق با 10 جون 1947 میلادی از استانداری استان دوم به وزارت کشور می‌فرستد، ذکر شده است که یک روحانی به نام شیخ محمد بیان الحق بین شاهی و ساری در رفت آمد و مردم را علیه بهائیان تحریک می‌کند. سرهنگ آزاد، رئیس شهربانی شاهی، در 20 خرداد به استانداری می‌نویسد یک روزخوان به نام عبدالخالق به شاهی آمده و مردم را علیه بهائیان تحریک می‌کند. بر اثر اقدامات او مردم از مهندس شهیدزاده، رئیس کارخانجات شاهی که بهایی بود، شکایت کردند. در تلگرافی در آخر مرداد ماه عده‌ای از مسلمانان به نسب یک بهایی به ریاست کارخانجات شاهی اعتراض می‌کنند و از نخست وزیر احمد قوام برکناری او را خواستار می‌شوند. در بین اسامی امضا کنندگان نام‌های اعظمی، یزدانی، مدیران سابق کارخانجات نیز به چشم می‌خورد. در جواب سؤال نخست وزیر
درباره این شکایت مدیر کل بانک صنعتی معدنی ایران سلمان اسدی در خرداد ماه 1326 شمسی مطابق با 1947 میلادی می نویسد: باید عرض کنم سوء استفاده هایی که از کارخانجات می شده است امروزه جلوگیری شده و رؤسای کارخانجات نساجی شاهی با صداقت کار می کنند. تولید کارخانجات 3 برابر سالهای قبل شده است. کارخانه بهشهر ماهی 1 میلیون تومان سود می دهد. چون منافع عده‌ای سودجو از راه‌های غیرقانونی بسته شده است، دست به تحریکات می‌زنند. متاسفانه مأمورین دولتی هم با آنها همکاری می‌کنند. آقایان اعظمی، یزدانی محرکین اصلی هستند. جدیداً روزخوانی به نام شیخ جلال هم به شاهی آمده و از روی منبر مردم را علیه بهائیان تحریک می کند. او در پایان نامه از نخست وزیر تقاضا می کند که به استاندار و رئیس شهربانی که به محرکین کمک کرده اند دستور دهد که دست از تحریکات بردارند. یکی از کارمندان کارخانجات ساری به نام محمد باقر سپهری در 21 خرداد 1326 مطابق با 11 جون 1946 میلادی نامه‌ای به رئیس بانک صنعتی معدنی ایران می‌نویسد و دلیل مخالفت مسلمین با مهندس شهیدزاده را شرح می‌دهد. او قید می‌کند که بهایی نیست و با شهیدزاده هیچ گونه تماسی ندارد و جزء نور چشمی ها هم نیست. او می نویسد چند روزی است که علیه بهائیان و به ویژه شهیدزاده تظاهراتی می شود و مقاله هایی هم در روزنامه داد به قلم امیدی نوری نوشته می شود. ایشان انصاف را به کلی کنار گذاشته اند و بدون شناخت از آقایان به درج مقالاتی می پردازند. بعد از خواندن آخرین نامه که ایشان در روزنامه داد چاپ کرده بود 23/1326 مطابق با 11 جون 1947 میلادی وجدانم مرا مجبور کرد که مطالب زیر را بنویسم. 1. بعد از آمدن آقای شهیدزاده کارخانه دارای نظم درستی است. میزان محصول را از بارنامه هایی که فرستاده می شود می توان دید. این مقدار از دوران شاه و حزب وطن و حزب توده هم بالاتر رفته. 2. چون نظم کارخانه مانع عملیات آنهایی شده است که ماهانه حقوق دریافت می کردند و سر کار نبودند و دزدی‌های کلان می کردند، داستان بهایی مسلمان را علم کرده اند که شاید بتوانند مانند گذشته کارهای خود را ادامه بدهند. او ادامه می دهد که اگر کارخانه محصول و نظم می خواهد شهیدزاده لازم است بماند. وقتی شهیدزاده برود معلوم خواهد شد که مسئله بهایی و مسلمان بهانه‌ای بیش نبوده و دعوا سر لحاف ملا نصرالدین است. مدیر کل بانک صنعتی و معدنی ایران در اول تیر ماه نامه‌ای به نخست وزیر احمد قوا می نویسد و نظر بانک را نسبت به مهندس شهیدزاده به اطلاع او می رساند. مهندس شهیدزاده یکی از بهترین و لایق‌ترین کارمندان بانک است. از روزی که مسئولیت کارخانجات به شهیدزاده واگذار گردیده با نظم خاصی از مخارج زائد جلوگیری کرده و روز به روز تولید اضافه می شود چون
علاوه بر سوء استفاده‌هایی که قبلا می شده، امید سوء استفاده نیز در اشخاص از بین رفته اقداماتی علیه رؤسای کارخانجات می شود. اقدامات آنها بر اثر تحریکات اشخاصی است که از دزدی آنها جلوگیری شده. استاندار استان دوم سعید سمیعی به رغم همه مدارک موجود سعی می کند مهندس شهیدزاده را برکنار کند. استدلال استاندار جالب است. استدلال می کند که کارخانجات شاهی داخل پرانتز برنج پاک کنی، نساجی، بومی بافی و کنسرو سازی پرانتز بسته هر کدام دارای یک رئیس بودند، اما اکنون همگی دارای یک رئیس هستند که جوان است. جوان بودن مهندس شهیدزاده در این استدلال نقطه ضعف او محسوب می شود. آقای شهیدزاده بهایی است و برای پیشرفت بهاییت فعالیت می کند و از ایشان شکایاتی شده است. رؤسای کارخانه نسبت به نوامیس زنها و دختران تعرضاتی می کند. در 6 تیر ماه قوام به نامه استاندار جواب تندی می دهد و از او می خواهد که هرچه سریعتر به فتنه انگیزی اعظمی وطندوست و یزدانی خاتمه دهد. استاندار پس از دریافت نامه نخست وزیر دست از ادعاهای سابق خود علیه مسئول کارخانه مهندس یزدانی برمی دارد و مطالب دیگری را مطرح می کند که با سابقه سیاسی قوام همخوانی دارد. استاندار می نویسد که در کارخانجات شاهی عده‌ای کارگر قادی کلاهی هستند و آقایان اعظمی و وطندوست هم از سران قادی کلاه هستند و مبارزه هایی با حزب توده کرده‌اند. آنها می‌خواهند از این راه نفوذ و منافعی برای خود داشته باشند و البته بنده از این گونه اعمال جلوگیری خواهم کرد. آقای سمیعی در آخر نیت قلبی خود را آشکار می‌کند و می‌گوید بهتر است رئیس کارخانه فقط به امور فنی مشغول باشد و بقیه کارها به دست دیگران باشد. در حقیقت همه فعالیت برای این بوده است که راه سوء استفاده بسته نشود و کسانی که در مبارزه با حزب توده مؤثر بوده اند به سودی برسند. بهای این سازش را باید بهاییان می پرداختند. مهندس شهیدزاده را سرانجام در شاهی به قتل می رساند. 1326 شمسی مطابق با 1948 میلادی. اردیبهشت 1326 شمسی مطابق با آپریل 1947 میلادی. عده‌ای از محصلین بهایی دانشسرای اصفهان چون عنایت الله ثابت به دستور اداره فرهنگ در میانه سال تحصیلی به جرم بهایی بودن اخراج می شود. جعفر دینی دبیر تاریخ جغرافیا و ریاضی دبیرستان آذر زنجان را به دلیل بهایی بودن به درخواست یک روحانی به شغل دفتری می گمارد. در سروستان عده‌ای از متعصبین به تحریک شیخ عبدالرحیم واعظ به منازل بهاییان حمله کرده حبیب الله هوشمند و طفل شیرخواره او را به قتل می رساند. تعدادی از بهاییان سروستان نیز زخمی می شوند، اما شکایت خانواده مقتول و زخمی‌ها به جایی نمی رسد. مرداد ماه 1326 مطابق با اوت 1947 میلادی بر اساس گزارش ژاندارمری همدان به رئیس ژاندارمری کل کشور در 23 مرداد ماه
چند هزار نفر از اهالی قریه بهار به خانه دکتر صمیمی رئیس بهداری محل حمله می‌کنند و خانه او و 4 بهایی دیگر را غارت می‌کنند. وزیر کشور از ژاندارمری می‌پرسد که چرا نیروهای دولتی در همدان برای جلوگیری از متجاوزین اقدامی نکردند؟ پاسخ چنین است: بهائیان تبلیغ می‌کردند. در 21 دی ماه 1326 شمسی مطابق با 11 ژانویه 1948 میلادی در آباده حمام دوشی را که متعلق به بهائیان بود خراب می‌کنند. بدان روزگار در حمام‌های ایران از خزینه‌های غیر بهداشتی استفاده می‌شد و همه در آب خزینه خود را شسته و بیماری‌های خود را به یکدیگر سرایت می‌دادند. استدلال مسلمانان این بود که فقط در آب خزینه می‌توان غسل کرد. حمام دوش آباده که تخریب شد اولین حمام دوش در ایران بود. این حمام را یک طبیب بهایی به نام ضیاءالحکما در سال 1329 قمری مطابق با 1911 میلادی ساخته بود. بر اساس نامه مورخ 15 بهمن 1326 شمسی محفل ملی بهائیان ایران به ابراهیم حکیمی نخست وزیر وقت در این ماه عده‌ای به تحریک محمد رضا کوثر فرماندار بناب علیه بهائیان بسیج می شود. کوثر به زمان فاجعه شاهرود فرماندار این شهرستان بود. قتل دکتر برجیس در روز جمعه 14 بهمن 1328 شمسی تعدادی از مسلمانان در کاشان یک دکتر بهایی به نام سلیمان برجیس فرزند حکیم یعقوب را به بهانه عیادت بیمار به خانه‌ای دعوت کرده او را قطعه می کند. قاتلین که به پشتیبانی آیات اعظام، بروجردی، بهبهانی و کاشانی اطمینان داشتند، با افتخار و با دستهای خون‌آلود خود را به شهربانی معرفی می‌کنند. دکتر سلیمان برجیس فرزند حکیم یعقوب به دلیل انسان دوستی و کمک به بینوایان مورد احترام اهالی کاشان بود. بخشی از خاطرات دکتر جهانشاه صالح میزان محبوبیت خاندان برجیس را نشان می‌دهد. دکتر جهانشاه صالح رئیس دانشگاه تهران و وزیر بهداری و فرهنگ در مقاله‌ای که در شماره 27 سالنامه دنیا به چاپ رسید از برخورد دوران کودکی خود با حکیم یعقوب پدر پزشک مقتول یاد می‌کند. گاهی از اوقات در دوران زندگی مخصوصاً ایام کودکی یک پیشامد ساده کوچک تأثیر بزرگی در روحیه انسان می‌گذارد و چه بسا مسیر زندگی و سرنوشت آدمی را تغییر می‌دهد. جهانشاه صالح نقل می‌کند که مادر او بیمار بود و پدرش حکیم یعقوب یهودی که بهایی شده بود را بر بستر همسر بیمار خود می‌خواند. پدرم در هشتی در ورودی خانه در حال انتظار قدم می‌زد و من هم در کنار در ایستاده بودم. به محض اینکه حکیم باشی نزدیک شد، پدر با عجله به طرف او رفت. سلامی بلند بالا نمود و زیر بغل او را گرفت و از الاغ پیاده کرد و به بالین مادر بیمارم راهنمایی نمود. من با وجود اینکه کودکی بیش نبودم، به آداب و رسوم شهر آشنا بودم و تعجب کردم که چطور پدرم با وجود اینکه سالها حاکم کاشان و نطنز بود و طبق عناوین آن روز
از خوانین معروف و درجه اول شهر محسوب میشد، تا این حد به حکیم یعقوب احترام گذاشت. صالح می نویسد متاسفانه آن روز در نتیجه جهالت و شاید تعصب زیاد یهودی ها موظف بودند در محله مخصوصی مسکن داشته باشند. مرکب آن روز هم در کوچه و بازار بیشتر اسب یا الاغ بود. رسم بر این بود که اگر مسلمانی در کوچه پیاده می‌گذشت و اتفاقاً یهودی بر الاغ سوار بود، میبایست پیاده شود تا مسلمان بگذرد. تا این اندازه در نتیجه تعصب بیجا در این شهر تبعیض و اختلاف طبقاتی وجود داشت. این پیش آمد مسیر زندگی مرا عوض کرد. پدرم گفت حکیم یعقوب طبیب است و طبیب از شریفترین طبقات مردم و مورد احترام خاص و عام است. بدین جهت به تحصیل در رشته پزشکی علاقه‌مند شدم. ماجرای قتل دکتر سلیمان برجیس را که بازتاب اجتماعی وسیعی یافت، از یکی از مجلات معروف آن زمان به نام فردوسی به تاریخ 7 اسفند 1328 شمسی نقل می‌کنم. چگونگی قتل دکتر برجیس و جریان این توطئه عجیب. آیا رئیس شهربانی کاشان در این حادثه دخیل بوده است؟ از چندی پیش در کاشان هیئتی به نام هیئت دعا اسلامی منتسب به انجمن تبلیغات اسلامی به وجود آمد. اشخاصی که در این هیئت مصدر کار بودند به هیچ وجه صلاحیت آن را نداشتند و اعمال خلافی به نام دین اسلام و شرع مقدس انجام می‌دادند. این عده اخیراً طبق نقشه خاصی شروع به آزار و اذیت بهائیان ساکن کاشان و اطراف که به شهر می آمدند نموده و اشخاص ماجراجو و بیکاره را تحریک و مأمور می کردند که در معرض عام آنها را اذیت کنند. بهائیان برای جلوگیری از این گونه اعمال و حفظ مال و جان خود به نزد سرهنگ فاطمی رئیس شهربانی رفته و دادخواهی می نمایند، ولی او آنطوری که باید و شاید از اعمال محرکین و مسببین فساد جلوگیری نمی نماید. این سهلنگاری رئیس شهربانی اشخاص ماجراجو را جریتر می نماید و به تحریکات خود می افزاید و از وجود 2 نفر در این مورد استفاده می کنند. دکتر برجیس که از نقشه و فتنه‌های این هیئت آگاه می شود، از طرف بهائیان برای جلوگیری از پیشامدهای ناگوار چندین بار به شهربانی می رود و جداً از ریاست شهربانی خواهش و تقاضا می کند که از اعمال بی‌رویه آنها جلوگیری به عمل آورده و حتی اسامی محرکین را به خط خود به ریاست شهربانی می دهد، ولی به گزارشات دکتر برجیس وقعی گزارده نمی شود و از قرار معلوم ریاست شهربانی این اسامی را به محرکین مخصوصاً به آقای نبوی رئیس هیئت نشان می دهد. در نتیجه بر کینه و بغضشان می افزاید و در جلسات سری هیئت مزبور توطئه قتل دکتر برجیس چیده می شود. این بود قسمتی از اطلاعاتی که آقای سید محمد سعادتیار نماینده ما در کاشان فرستاده بود. اینک بقیه جریان را آقای شیرزاد که از طرف ما مأمور تحقیق بی‌طرفانه در این باره بود به عرض خوانندگان میرساند. دکتر سلیمان برجیس اهل کاشان در حدود 50 سال از عمرش می‌گذشت. دکتر برجیس تا 16 دی ماه گذشته
عضو وزارت بهداری بوده و در بهداری شهرستان کاشان انجام وظیفه می کرده است، ولی از آن تاریخ به بعد بنا به علل اداری از این شغل مستعفی و مطب شخصی دایر نموده بود. دکتر برجیس علاوه بر مطب دارای داروخانه هم بوده و اغلب بیماران بی‌بضاعت را مجانا میپذیرفته و به آنها داروی رایگان میداده است. میگویند حتی به بیماران تنگ دست پول هم میداده و روی همین است در آن شهرستان به نیکنامی معروف و مورد احترام عموم بوده است و این قسمت را نماینده ما در کاشان نیز تایید کرده است. دعوت به عیادت بیمار حوالی ساعت 11 صبح روز جمعه 14 بهمن ماه گذشته 2 نفر به نام عباس توسلی و علی تقی‌پور به مطب دکتر برجیس آمده اظهار می‌دارند آقای دکتر، دست ماست و دامن شما، مریضی داریم که حالش خیلی بد است، خواهشمندیم قدم رنجه بفرمایید و به عیادت او بیایید. در آن موقع چون 7-8 نفر مریض در مطب نشسته و منتظر نوبت بوده اند، دکتر جواب می‌دهد مانعی ندارد، اما اجازه بفرمایید این چند نفر را راه بیندازم. آنگاه با هم برای عیادت بیمار شما می رویم. ولی آن 2 نفر التماس و اصرار کرده و تأخیر حرکت او را موجب مرگ بیمار خود می داند. بالاخره دکتر مجبور می شود برای تسکین غم و اندوه آنان با برداشتن کیف دستی خود که محتوی بعضی داروجات و لوازم ضروری پزشکی بوده به راه افتد. کسانی که شهر کاشان را دیده اند می دانند که اغلب کوچه های آن تنگ و باریک بوده و عبور و مرور از آنها مخصوصاً در فصل زمستان که برف هم باریده باشد مشکل است. به همین جهت دکتر از جلو و آن 2 نفر نیز به دنبال او کوچه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. معمولاً وقتی دکترها به سر مریض می روند قبل از آنکه به منزل بیمار برسند در بین راه از شخصی که به دنبالش آمده است حال مریض و علت بیماری و اینکه چند روز است بستری گردیده میپرسند. برجیس خوشباور و ساده دل نیز از آن 2 نفر هرچند گاهی میپرسی این بیمار چند روز است بستری گردیده، چه مواقعی تبش زیاد می شود، آیا سرفه هم می کند، لرز هم عارضش می شود. امثال این سوالات را دکتر مرتباً تکرار می کرده و آنها نیز هر چند باری در مقابل سوالات او جوابی متناسب می داده و خلاصه آنقدر برای آن بیمار مجازی مرض می تراشند که دکتر بیچاره متحیر بوده به کدام یک از آنها فکر کند. این گفتگوها ادامه پیدا می کند تا به کوچه ای که به نام کوچه کلهر معروف است می رسند. در این کوچه که مانند اغلب کوچه های کاشان تنگ و باریک است 3 خانه وجود دارد. یکی از این خانه ها منزل یک نفر آخوند به نام شیخ محمد باقر مسئله گو می باشد. هنگامی که دکتر وارد کوچه می گردد به خانه ای که مجاور منزل شیخ محمد باقر است راهنمایی شده. بعد از او نیز 8 نفر مرد ناشناس وارد آن خانه گردیده و در حیاط را از داخل می‌بندند. پریدگی رنگ رخسار تازه واردین و حرکات غیرعادی آنان دکتر را متوجه می‌سازد که صاحبان این قیافه‌های متوحش نقشه شومی طرح کرده و این حالت حکایت از اضطراب درونی آنان می‌نماید. ولی با این وصف خونسردی خود را از دست نداده و مانند همیشه با شوخی و بذل‌گویی از محل بیمار سؤال می‌کند.
avogabooth.com